روش‌های حذف این رنگ از طریق قرنیه دو دسته عمده دارن: روش سطحی یا سرفیس و روش لاملا. در روش سرفیس ما لیزر رو در سطح قرنیه میتابونیم و با تغییر شکل قرنیه عیب انکساری رو حذف میکنیم و فرد رو بی‌نیاز از عینک میکنیم. این روش مثل PRK، لازک و ترانس PRK هستش که در ایران هم بسیار متداوله. در PRK ابتدا لایه سطحی اپیتلیوم قرنیه رو برمی‌داریم و بعد لیزر رو میتابونیم. در ترانس PRK برداشت لایه سطحی قرنیه یا اپیتلیوم به وسیله لیزر انجام میشه و همچنین تغییر شکل استرومای قرنیه یا لایه زیری هم با لیزر انجام میشه. به عبارتی در روش ترانس PRK تمام قسمت‌های عمل به وسیله لیزر هست و مداخله دست یا دستکاری به وسیله وسایل دیگری انجام نخواهد شد. از این نظر ترانس PRK روش راحتی برای بیماران نیست که خیلی از عمل میترسن یا همکاری خوبی ندارن. در روش PRK ابتدا به وسیله یک اسپچولا یا یک وسیله ما اپیتلیوم قرنیه رو کنار میزنیم و بعد لیزر رو به سطح قرنیه میتابونیم و با تغییر شکل لایه زیری انحنای قرنیه رو تغییر میدیم و به راحتی میتونیم عیوبی مثل نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم رو از بین ببریم. خب برسیم به روش femtosecond لیزی یا فمتولیزی. در این روش ابتدا یک لایه سطحی از قرنیه رو با لیزر femtosecond به صورت لولایی برمی‌داریم و در کنار قرار میدیم. سپس لیزر دومی به نام لیزر اگزایمر به لایه استرومای عمقی میتابه و قرنیه رو تغییر شکل میده. دوباره این لایه‌ای رو که به صورت لولایی برداشتیم به سطح اولیه خودش برمیگردونیم و اینجوری داریم انتصار رو اصلاح میکنیم.